اگر در فصل تابستان هم خیلی جایهای زیبای سیاحی ناومدن، پس شما تابستان از دست دادین. تاجیکستان جایهای سیاحی البته خیلی زیاد دارد و انا همین شهر نورک یکی از اون موضوعی هست که دلخواه نفری که مهمان تاجیکستان میشود، خاصه در فصل تابستان میخواد به اینجا بیاید. ما هم با یک گروه دوستان آمدیم تا اینکه در یک موضع خیلی عجایب استراحت کنیم. صدای آرام و یک کم نسیم فورمی کنار بحر نورک واقعا برای دلخواه نفری که میبیاد به اینجا من باوری دارم که پسند میشود. تصور کنید شما در همین خلاب یک بحر زیبا قرار دارید، استراحت کرده ایستاده و همین گونه صداهای جالب پرنده ها البته همزمان کنار شما است. توصیه می‌کنم حتما به همین خیلی موضوعهای جالب سیاحی بیاید و همین خیلی استراحتگاه ها بیاید و فراغت و استراحت داشته باشید. تابستان هنوز هم تمام نشده است دوستان و اگر شما میخواهید بیاید و در یکی از استراحتگاه های زیبای شهر نورک استراحت کرده باشید، پس رقم ها بالای اکران است، میتونید نویسید یا زنگ بزنید و بیاید و از هوای خیلی و خیلی زیبای شهر نورک لذت برید.